بریم سراغ بحث بعدی. بحث بعدی موضوع بافر اوورفلو اتک هستش. بافر اوورفلو داستانش چیه؟ تو CCNA ما یه توضیح خیلی کوچیکی دادیم. خب بافر اوورفلو میگه آقا قانونش اینه، شما برای اینکه مثلا یک نرم افزاری رو اجرا بکنید یه فضایی رو توی مموری اختصاص میدید به اون اپلیکیشن. مثلا میگیم یک ویرچوال مموری ایجاد میشه، شما ویرم ایجاد میشه. دقیقا یه ویرچوال مموری برای هر اپلیکیشن یه فضای مشخصی رو ایجاد میکنی و میگی که آقا مثلا این ویرم برای این نرم افزار ما هستش. نکته‌ای که وجود داره این حافظه ها یه فضای مشخصی براشون در نظر گرفته میشه دیگه، درسته؟ یه فضای مشخصی داره و اتکر میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا این ظرفی که به عنوان در واقع بگیم بافر اومدی شما تعیین کردی که قرار آقا مثلا فرض کن توی یک حافظه ای اینجوری در نظر بگیریم بچه ها. یه من پینت باز بکنم. خب مثلا فرض کن من یه جا توی مموری خب گفتم آقا مثلا یه دونه متغیر تعریف کردم که این متغیر من مثلا میخواد چه میدونم شماره کارمندی طرف باشه یا پسورد باشه یا یه چیزی، درسته؟ مثلا فرض کنید اون مقداری هم که اومدیم تعریف کردیم یه مقدار 4 کاراکتری هستش، درسته؟ مثلا به این صورت میخوام بگم اول درک بشه. اتفاقی که میفته چیه دوستان؟ خب در حالت نرمال اینجا کاراکتر اول ما تو خونه بعد کاراکتر دوم، تو خونه سوم کاراکتر سوم، تو خونه بعدی کاراکتر چهارم. خب این رویه نرمالش هستش دیگه، درسته؟ من میام یه دیتایی رو ورودی، برنامه یه جا از من ورودی میخواد، میگه آقا فلان چیزو وارد کن، شمارت یوزرنیمت، پسورد. حتی تو پلن های وب میگه آقا یک ریکوست داری ارسال میکنی که این ریکوستت مثلا رو متد گت داری یه پارامتری رو ارسال میکنی، یه پارامتر مشخصیه، نامت، هر چی. خب میگه آقا یه دیتایی رو میخوای ارسال بکنی به عنوان ورودی به برنامه بدی. خب میگه آقا سایزش هم مثلا فرض کن 4 تا هستش. چه اتفاقی میفته؟ خب این 4 تا که به عنوان حافظه مشخص شده برای اون در واقع متغیر تعریف شده در اختیار شما هستش. شما میای چیکار میکنی بچه ها؟ این بغل، خب من اینجا تو ساختار مموری خونه های دیگه هم دارم دیگه، درسته؟ اینجا کلی خونه های حافظه دارم دیگه توی اون ویرمی که به من اختصاص داده شده. میام چیکار میکنم؟ من اتکر شروع میکنم از آسیب پذیری که اون نرم افزار داره میام استفاده میکنم. چه آسیب پذیری داره؟ نرم افزار تعداد ورودی های منو کنترل نمیکنه. مثلا گفته آقا شما بیا، مثلا مثل دارم میگم 4 تا عدد رو وارد کن به عنوان کد کارمندی. منتها من میام چیکار میکنم؟ میگم آقا من 100 تا عدد وارد میکنم، درسته؟ ورودی من رو بررسی نمیکنه آقا تو چند تا داری میفرستی. خب یه سری توابع وجود دارن که این توابع در واقع توابع اصطلاحا میگیم آسیب پذیر و بند شده هستن که اصلا قابل استفاده نیستن. اگر جای استفاده بشه میتونه منجر به ارزم خدمتتون همین اتک بافر اوورفلو بشه. آره آره، یا توابع دیگه. خب اینا اصلا چیز داره، کلی تابع است که توی زبانهای، اینم بهتون میگم بچه‌ها معمولا این تو زبانهای C و C++ این مشکل وجود داره. خب پس چیکار میکنه؟ میگه آقا اون تعدادی که شما تعداد ورودی که قرار است وارد بکنی، خب یه تعداد مشخصیه. اتکر میاد روش هی دوباره دیتا میریزه، هی دیتا میریزه، هی دیتا میریزه که نهایتا این بافری که اومده اینجا برای، حالا بافر که نیست استکه، اون بافری که اومده برای من در نظر گرفته شده پر میشه. من رو خونه های دیگه ی حافظه هم دارم دیتا میریزم. رمش پر نمیشه. ببین یه نرم افزار که راه میشه، خب میگه آقا در محیط ارزم خدمتون رم، خب یه ویرم داریم که میاد اونجا در واقع یک فضای مشخصی رو از اون رم به شما اختصاص میده. توی اون ویرمه
میاد میگه آقا من میام اینجا دسته‌بندی میکنم، یه جا هست مثلا حالا بخش‌های مختلفی داره، مثلا استک داریم، هیپ داریم، اینا مجموع اینا میشه بافر که الان تو عکس جلوتر میریم بهتون نشون میدم. استک داریم، بافر داریم، استک داریم، هیپ داریم، تکست داریم. خب اون در واقع کد نرم افزار، اون نرم افزاری که میخواد رام بشه تو محیط رم اجرا میشه دیگه، درسته؟ اون کد نرم افزار به زبان اسمبلی تو حافظه رم قرار میگیره. برای تمام اینها در واقع یک حافظه ای رو در نظر گرفتن. حالا چه اتفاقی میفته بچه ها؟ دقیقا همین تصویری که اینجا داریم میبینیم. میگه آقا شما مثلا فرض کن یک همچین تعداد خونه های رم رو به عنوان ورودی شما گفتن آقا چیکار بکن؟ در نظر بگیر. میگه آقا این تعداد شما میبایست چیکار بکنی؟ داده وارد بکنی. اوکی؟ 10 تا 5 تا یه بافری رو برات مشخص میکنن تو خود نرم افزار. خب میگه آقا مثلا فرض کن دقیقا همینم هست، میگم آقا یه بافر دارم، یه آرایه مثلا فرض کن 6 تایی. خب میگه آقا تا 6 تا این بابا میتونه بیاد اینجا کاراکتر بریزه به عنوان رمز و عبورش. خب بیشتر از این بشه قاعدتا چه اتفاقی میفته؟ اون حجمی که من به عنوان بافر در نظر گرفتم پر میشه، چون من اومدم حجمش رو مشخص کردم. درسته؟ گفتم 6 بایت، بیشتر از اون چه اتفاقی میفته؟ بافر من پر میشه. سلام، احوال شما؟ درست؟ حالا اینجا نگاه کنید بچه ها. به سایز ایندکس به ایندکس مربوط نیست یا به کانت ایندکس؟ مثلا 20 تا ایندکس براش تعریف شده، نه اصلا یعنی یه که هر جای متغیر، یه جای متغیر میخواد بگیری. خب اون متغیری که داره ارسال داره میشه، مثلا فرض کن بذارید بیایم اینجا یه چیز بهتون نشون بدم بچه ها. این کد رو میبینی؟ این یه کد به زبان سی هستش دیگه، درسته؟ خب بخوایم توضیحش بدیم، اینجا که در واقع یه فانکشن اومده تعریف کرده به اسم vulnerable function. خب یه فانکشنی تعریف کرده به اسم vulnerable function که گفته آقا این حالا ورودی داره در واقع، یه کر داره و اینپوت داره. خب اینجا نگاه کنید بچه ها، گفته یه کاراکتر کر دارم به اسم بافر آرایه‌ای با سایز 10. درسته؟ پس من اینجا توی حافظه مموری، خب توی حافظه مموری میام 10 تا خونه رو مشخص میکنم برای بافر. این مکانی که بچه ها من دارم میگم 10 تا خونه رو دارم میذارم کنار برای متغیر بافر، اینجا رو ما کلا بهش میگیم چی؟ استک. خب استک دقیقا اینه. بیایم اینجا نگاه بکن. اینجا این فضایی که ما در نظر ببین، پایین بالا کرنل، پایین هیپ دیتا تکست، این استک محلی هستش که متغیرهای لوکال و اون وریبل های محلی که در واقع توی نرم افزار تعریف شده اینجا براشون خونه حافظه در نظر میگیره. میگه آقا توی برنامه تو این متغیرها رو داری، هر کدوم از متغیرات هم در واقع اینقدر فضا میخوان در نظر بگیرن براش دیگه، درسته؟ میاد تو استک اینا رو مقدار میده. حالا مثلا هیپ برای در واقع اون اصطلاح میگیم اون داینامیک الوکیشن مموری هستش، یعنی در طول برنامه ممکنه یه جای فانکشنی فراخونی بشه، نیاز داشته باشه مثلا براش یک فضایی رو توی مثلا فرض کن مموری بیای الوکیت بکنی. خب اونجا مثلا تابع هیپ از قسمت هیپ میاد استفاده میشه. اما اون چیزی که ما باهاش کار داریم بچه این استک اوورفلوی که ما میگیم بافر اوورفلو، منظورم بیشتر استک اوورفلوه، چون ما هیپ اوورفلو هم داریم خب، ولی بیشتر استک اوورفلوه. خب میاد توی حافظه استک شما میگه آقا یه متغیری داری به اسم بافر که این متغیر بافر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا خونه براش خالی کردیم. سایزش 10 تا دیگه، درسته؟ میگه این 10 تا رو براش خالی کردیم. خب موقعی که بچه ها یک نرم افزار یک فانکشنی اجرا میشه، خب چه اتفاقی میفته؟ اینجا نگاه کنید بچه ها، این برنامه مین اصلی هست، برنامه مین من هستش. خب برنامه اصلی من داره اجرا میشه، در طول برنامه میرسم به یک فانکشنی، درسته؟ میرسم به یک فانکشنی. این فانکشن من، برنامه من همینجا
موو میده میره به سمت فانکشن، میره به سمت تابع. تابع رو اجرا میکنه، هر کاری که اون تابع قرار است انجام بده رو انجام میده و نهایتا برمیگرده دوباره همینجا، یا از فانکشن دوباره شروع بکنه. درسته؟ خب ببینید این فضایی که ما داریم در واقع این توی این تصویر جا نه الان کامل بهتون میگم، اولشیم. پس ببین ما یه بخشی داریم تحت عنوان استک که اونجا حافظه ها الوکیت میشه در واقع به متغیرها و وریبل هایی که داریم. درسته؟ یه سری متغیر دارم، نیم و هر چیزی براش اینجا حافظه اختصاص داده میشه. درسته؟ خب این استک من یه همچین ساختاری، فرض کن یه باکسی به این صورت اینجا در نظر بگیر، متغیرها اینجا فضاشون مشخص میشه. خب حالا نکته‌ای که وجود داره بچه‌ها، زمانی که یک متغیری، یک مثلا فرض کنید تابع من اینجاست، برنامه اصلی من اینجا هستش، خب برنامه اصلی من اینجا هستش و میاد شروع میکنه به اجرا شدن، میرسه به یه تابع. زمانی که میرسه به این تابع، میره به سمت اون تابع و داره اون فانکشنالیتی تابع رو در واقع داره چیکار میکنه؟ اجرا میکنه دیگه. درسته؟ تابع من که اجرا شد، به اتمام رسید، مجددا باید برگرده اینجا. جا نه ببین مثلا من دارم براتون یه موضوعی رو دارم توضیح دارم میدم، خب میگم آقا مثلا فرض کن یه موضوعی دارم توضیح میدم، میرسم به یه بخشی، پا میشم رو وایت بورد براتون میکشم، توضیحم که رو وایت بورد تموم شد، دوباره میام اینجا ادامه درس رو براتون پیش میبرم. درسته؟ آره. تابع چجوریه؟ تابم یه قطعه کد دیگه. خب یه قطعه کدیه، من به جای اینکه بیام یک پارامتر رو بارها بنویسم، میام یک بار یه تابع تعریف میکنم، میگم آقا مثلا هر کسی که مثلا نامش رو مثلا فرض کن نام ورودی رو از کاربر بگیر، بیا مثلا بیا فلان چیزو چاپ بکن. خب در قالب یک تابع تو جاهای مختلف برنامه که میخوام استفاده بکنم، دیگه نمیام اون 10 خط کد رو بنویسم، یه بار تابع رو فراخونی میکنم، میگم آقا نام خانوادگی بیا چاپ کن، همین. خب توی برنامه‌های ارزم خدمتتون توی نرم افزارها هم دقیقاً به همین صورته. تو طول برنامه خط به خط، مثلا فرض کن حالا برنامه‌ای که حالا مثلا خط به خط کامپایل میشه اینا، ولی برنامه که اجرا میشه میگه آقا من این خطوط رو باید اجرا بکنم، میرسم به این فانکشنه. این فانکشنه یه جا تعریف شده، اینجا فراخونی کرده مثلا فانک یک رو، برمیگردم سراغ فانک یک هر دستوراتی که داخلش هست رو اجرا میکنم، تموم که شد برمیگردم دوباره سمت فانک دو، برمیگردم در ادامه دستورات که در واقع پارامتر فانک دو بود. درسته؟ خب ببینید بچه‌ها